بله. کدام روز است می‌مونه؟ روز دوشنبه. روز دوشنبه. دوشنبه مهمه. روز یکی غلبه. یکی غلبه. یکی غلبه کدام کشور؟ کدام دولت؟ غلبه تلویزیون. بله. غلبه با کدام دولت برسه با غلبه؟ چه غلبه بود؟ یعنی نمیدونم. می‌مای. کدام روز است؟ کدام جشن است؟ روز استقلال. روز استقلال؟ روز جشن بزرگ بود. همین می‌مای کدام روز است؟ روز اسکولیا. می‌مای روز استقلال؟ نهم مای. بله می‌مای. نهم مای. روز فلک. روز فلک. روز فلک. نهم مای. روز وای. چه میگن؟ حاضر. روزی وقتی که جنگ تمام میشه. کدام جنگ؟ جنگ بزرگ وطنی. همین جنگ بزرگ وطن میانی کدام دولت بود؟ میانی کدام دولت ها؟ خیلی وقتش بود. مهمه روزی آقای ارتش ملی. نه. مهمه سال 1941 و روزی غلبه. کدام کشور؟ اتحاد شوروی به گرمانیا فاشیستی. در کدام سال؟ سال 1945. جنگ 41 سال 45 روزی уже به آخر رسیدن جنگ. غلبه کدام دولت؟ دولت تاجیکستان. تاجیکستان. بر ضد کدام دولت؟ با کدام دولت غلبه بود؟ هم تاجیکستان است چه؟ چه غلبه بود است؟ کدام غلبه غلبه؟ جنگاوران. جنگاوران بازی کدام غلبه بود؟ برای قشلاق. برای دولت خودش. بر ضد کدام دولت جنگ کرد غلبه بود؟ برای دولت که بود کدام دولت خودش. یک دقیقه ممکن است؟ نه یک جور نفس کم نه بخشید. بمازه. روزی غلبه کدام کشور؟ آدم این وای. جنگ بزرگی وطنی. جنگ بزرگ وطنی میانی کدام دولت بود؟ یعنی روسیه و میانه و همین دولت ها و آلمان. در کدام سال بود؟ در 1941 و 45. مای روزی کنستیتوسیا سرقانون. روز غلبه بر فاشیسم.